دکتر موهام میریزه، کف سرم خالی شده، تار موهام نازک شده، چیکار کنه؟ اصلا نگران نباشید خانم، من براتون تزریق میکنم. وای دکتر درد میکنه، نمیخوام. وای هنوزم تزریق انجام میدی؟ پس چیکار کنیم؟ راه حلش اینجاست. تا آخر ویدیو همراه من باش. اگه موهات ریزش داره یا تار موهات نازک شده، کف سرت خالی شده یا کاشت مو انجام دادی، موهات هنوز جون نگرفته یا موهاتو کراتینه کردی یا جواب نگرفتی، دنبال یه راه حل هستی که موهاتو پرپشت و خوشحالت کنه، راه حل چیزی نیست بجز فیلر آمینو اسید فارمسته. این محصول با افزایش حجم تار موهات اونها رو ضخیم میکنه. این فیلر مو خودش یه معجزه است. بدون درد و خونریزی موهاتو توی خونه فیلر کنی. اون وقت ببین چه معجزه‌ای روی موهات انجام میده. توضیحاتش رو توی کپشن نوشتم. امیدوارم که این ویدیو رو بفرستی برای اونایی که مشکل ریزش موره، نازکی و ریزش مو دارن.